الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان و شنوندگان عزیز، این لحظه یک جایه با شما تفسیر آیت دوم سوره تحریم را میشنویم و آیت دوم سوره تحریم در مورد کشادن قسم ها است. الله تعالی برای کشادن این گونه قسم های بندگانش آیه زیرین را نازل کرده چنین فرموده است: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. به تحقیق برای شما کشادن سوگندهایتان را الله مقرر کرده است و خداوند مالک و کارساز شما است و او دانا و با حکمت است. خداوند با حکم این آیه برای شخصانی که قسم خود را می شکنند کفارت را مقرر و فرض گردانیده است. اگر مؤمن برای کاری که مناسبت سوگند نیست سوگند خورد، مثلا یگان چیز با امر خدا حلال شده را برای خود با سوگند من نماید، با واسطه دادن کفارت می تواند سوگند خود را شکند و او را استعمال کند. کفارت این است: 10 مسکین را 2 مراتب با سری طعام دهد یا پوشاک دهد یا 1 غلام آزاد کند یا 3 روز روزه گیرد. بنابر روایت ابن عباس رضی الله عنه، حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم موافق آیت مذکور با دادن کفارت قسم خود را شکستند. ما در مسئله های کفارت قسم به این عمل رسول خدا صلی الله علیه و سلم پیروی می نماییم. در دوام آیت آمده که الله تعالی با آن چیزی که بندگانش محتاجند عالم است، دوست و یاور آنهاست. او تعالی در صنعت و کارسازی خود بسیار با حکمت است و هر امر و نهی الله تعالی برای بندگانش تقاضای مصلحتش بوده، از طاقت بندگان زیاد و بیرون نیست. الله تعالی چون وسیله دفع سوگند را بیان نمود، پس در آیت زیر فرمود که وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ. و چون پیغمبر به سوی بعضی ازواج خود سخن را پنهان گفت، یعنی زوجه های خود، پس چون آن زن آن سر را افشا کرد، الله پیغمبر را بر آن سر آگاه ساخت و پیغمبر بعضی آن خبر را به آن زن شناس کرد و آن بعضی دیگر اعراض کرد. پس چون پیغمبر به آن خبر آن زن را خبر داد، آن زن گفت: کی تو را به این خبر داد؟ گفت: مرا الله دانا خبر داد. مفسران کرام نوشتند که بین حفصه رضی الله عنها و پیامبر صلی الله علیه و سلم سری بود. آن حضرت صلی الله علیه و سلم به حفصه تاکید کرده بودند که سر باید به کسی آشکار نگردد، ولی حفصه رضی الله عنها آن را به حضرت عایشه رضی الله عنها آشکار نمودند. چون حفصه سر را آشکار ساخت، الله تعالی با واسطه حضرت جبرائیل علیه السلام از آشکار شوی آن و از بعض دیگر مسئله های اجتماعی و دولتداری رسول الله صلی الله علیه و سلم را خبردار ساخت
رسول خدا صلی الله علیه و سلم به حفصه از آشکار شدن سیر با عتاب اشاره نمودند، ولی از همه آنچه از حفصه رضی الله عنها گذشته بود و اینچنین دیگر مسئله ها را به تفصیل یادرس هم نکردند، زیرا عادت فاضلان و بزرگان این است که از لغزش های مردم عادی چشم می پوشند و در عتاب و ملامات کمگیری می کنند. در تفسیر حازین نیز در شرح این آیت سخن آورده که حفصه سخنان پیامبر را صلی الله علیه و سلم را شنیده مستر ماند، یعنی در حیرت ماند و گفت یا رسول الله، به شما این خبر را کی داد که من سیرتان را آشکار کرده ام؟ حفصه گمان داشت که عایشه همه سخن را نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفته است. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند خداوند تبارک و تعالی مرا خبر داده است، نه عایشه. حفصه که زنی با تقوا و دینداری سخت بود، دیگر پرسجو را ادامه نداده به سخن شوهرش باور و سکوت را اختیار کرد. رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند خداوند عالم و داناست، به سیرهای مردم و هیچ چیز از او پنهان و مخفی نمی ماند. آره، هزار کوشش شود که سیر مخفی بماند، اگر اراده خدا رفته باشد عاقبت آشکار گردد. ما یک جای با شما تفسیر کوتاه آیات‌های 2 و 3 سوره تحریم را شنیدیم. آیت 4 این سوره در مورد توبه کردن این دو زن می رود و انشاءالله روزهای نزدیک تفسیر آن را برایتان پیشنهاد می کنیم. با شبکه ما باشد و آبونه شدن را به شبکه زمان دانستن و قرآن دستور عمل انسان فراموش نکنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. وهو في الغار وحيدا يتعبد حينها ناداه جبريل بإقرأ وبها قد سطع الدين الممجد